سلام به شما دوست عزیزم، به 7مین جلسه بسته آموزشی یوگاتون خوش اومدید. اگر آماده اید مثل هر جلسه تمرینمون رو با چند تا تنفس شروع میکنیم و ذهنمون رو آماده میکنیم برای تمرین امروزمون. امروز تمرینمون رو از وضعیت 4 زانو شروع میکنیم. دستام رو روی زانوهام قرار میدم. توی هر وضعیتی که راحتم چشمام رو میبندم، شونه‌هام رو مرور میکنم به عقب و پایین، از گوشم دور میکنم، شونه‌هام رها به سمت زمین کشیده میشه. ستون فقراتم رو صاف نگه میدارم، سرم رو در وضعیتی همسان با ستون فقراتم صاف و کشیده نگه میدارم. همونطور که میدونید برای تمرینات مدیتیشن یا تنفسی برای شروع گفتم اگر احتیاج دارید یه وسیله برای زیر لگنمون قرار میدیم، آجر، پتو یا هر وسیله که راحت هستین. اگر نه توی همین وضعیت چشمم رو میبندم، توجهم رو میارم به دم و بازدم ها. با چند تا تنفس اگر برام امکان داره از راه بینی، اگر برام سخته از راه دهان، سعی میکنم ذهنم و جسمم رو متمرکز کنم به آرومی به تمرینم. توجهم رو به دم و بازدم هام نگه میدارم. کم کم ذهنم رو خالی و خالی تر میکنم از هر آنچه که به کلاسم مربوط نمیشه. دم و بازدم، هر وقت که آماده بودم با یک دم عمیق و بازدم از راه دهان چشمام رو به آرومی باز میکنم و خودم رو برای جلسه 7 آماده میکنم. از همین وضعیت 4 زانو که قرار گرفتیم، همونطور که دستام روی زانوهام هست شروع میکنم همراه با دم قفسه سینم رو به سمت جلو میکشم، شونه‌هام رو به عقب و پایین میکشم. همراه با بازدم جهت عکسش رو انجام میدم، دم میگیرم و همراه با بازدم چونه میره سمت قفسه سینه. یک بار دیگه دم میگیرم و بازدم و به آرومی میام وسط و رها میکنم. دستامو میارم به سمت بالا. آرنج چپم رو میذارم روی چشم آرنج راستم، یعنی روی این قسمت از دست چپم روی دست راستم. دست راستم میره زیر دست چپم. پشت دستام رو به هم میچسبونم. اگر برام امکان داره دستم رو یه دور دیگه میچرخونم به سمت داخل. کف دست راستم میره کف دست چپم و توی این وضعیت نگه میدارم. از این وضعیت اگر برام سخته پشت دستام رو به هم میچسبونم و تو همین وضعیت میمونم. اگرم که میتونم کف دستامو به هم میچسبونم، همراه خودم آرنجام میره به سمت سمت، سرم به سمت عقب، بازدم آرنجام میاد به سمت زمین، چونه به سمت قفسه سینه، سرم همزمان با دستام به سمت بالا، دم و به سمت زمین، بازدم. یک بار دیگه دم میگیرم و بازدم به سمت زمین. دستامو از هم باز میکنم و اگر احتیاج دارم کمی دستامو روی پاهام رها میکنم، شونه‌هام رو میچرخونم. اگر احتیاج دارید دستاتون رو شیک کنید، تکون بدید یا هر کار دیگه که احتیاج دارید. اگر نه دوباره دستاتون رو بیارید بالا. این بار دست چپم میره زیر دست راستم، یعنی آرنج راستم میاد روی
دست چپم. اگر که میتونم پشت دستامو همین شکلی نگه میدارم، اگر که برام راحته دست راستم رو یه دور دیگه میبرم و کف دست راستم رو میذارم کف دست چپم. توی همین وضعیت دم میگیرم، آرنجامو میکشم به سمت سرم به سمت عقب، بازدم، سرم همراه با دستام به سمت زمین حرکت میکنه. یک بار دیگه دم میگیرم، سرم به سمت بالا، آرنجام به سمت سر، بازدم. همینطور که آرنجا میان به سمت زمین، شونه میره به سمت قفسه سینه. یک بار دیگه دم، بازدم، دم میگیرم میام وسط و به آرومی دستامو از هم رها میکنم، جدا میکنم. اگر باز احتیاج دارید دستتون خسته شده یا منقبض شده یا هر احساسی که فکر میکنید که به استراحت نیاز دارید، حتما این کار رو انجام بده. اگر نه، دست راستتون رو بذارید روی زانوی چپتون، دست چپت رو بکش به سمت بالا همراه با یک دم و بازدم. بدنت رو کامل خم کن به سمت زانوی راسته. برو به سمت زانوی راست و کشش رو توی پهلوی چپت احساس کن. دم و بازدم، دم و بازدم، دم و بازدم. حالا از همینجا دستی که بالاست، دست چپم میاد روی زانوی راستم، دست راستم از زانوی چپم برداشته میشه و میذارم پشتم روی زمین و از همینجا نفسی سینم رو میکشم به سمت بالا، ستون فقراتم رو اول صاف و کشیده میکنم، دم میگیرم، همراه با بازدم میچرخم به سمت عقب، سر گردنم میره به سمت شونه راستم. اگر که سر گردنم اذیت میشه، نیازی نیست حتما سرمون رو بکشیم به سمت عقب. هر وضعیتی که برای مناسبه همونجا نگه دار. دم و بازدم، دم و بازدم، یه دم بگیر به آرومی. اول سر و گردنت رو رها کن وسط و بعد بدنت رو رها کن. میریم برای سمت دیگه، تکرار میکنیم. این بار دست چپم روی زانوی راستم، دست راستم رو میکشم به سمت بالا، صاف و کشیده، شونم به سمت پایین، همراه با دم و بازدم بدنم رو خم میکنم به سمت زانوی چپم. کشش رو توی پهلوی راستم احساس میکنم. دم و بازدم، دم و بازدم، دم و بازدم. آرومی دست راستم میاد روی زانوی چپم، دست چپم میره پشتم، همراه با یک دم ستون فقراتم رو میکشم بالا، صاف و کشیده و به آرومی میچرخم به سمت چپ. گفتم اگر براتون سخته لطفاً گردنتون رو اذیت نکنید که بخواد حتما به زور بچرخونیدش به سمت چپ. میتونید همینجا نگهش دارید، هر وضعیتی که برات راحته. دم و بازدم، دم میگیرم به آرومی سر و گردن و بعد تنم رو رها میکنم به سمت وسط. بریم توی وضعیت 4 دست و پا. تمرینمون رو از وضعیت 4 دست و پا ادامه میدیم. توی وضعیت میز یا 4 دست و پا قرار بگیر. فاصله بین پاها و دستا همونطور که قبلا توضیح دادیم، فاصله بین شونه ها و لگنه. دستمون توی راستاست و پاهامون توی یک راستا با لگنمون. از همینجا میخوایم بریم این تمرین رو برای فعال کردن عضلات شکممون انجام بدیم. سعی میکنیم به ساده ترین حالتی که برامون امکان داره انجامش بدیم. پشت پاهامو میذارم روی زمین،
کف دستام رو به خصوص دو تا انگشت اشاره و شستم رو و این قسمت بالشتکی دستم رو روی زمین روی متم فشار میدم که فشار رو از مچ دستم بردارم. از همینجا با فشار به زمین دم میگیرم، شکمم رو کامل منقبض میکنم و همراه با بازدم زانوهام رو به اندازه چند سانت بلند میکنم، روی پام رو به زمین فشار میدم، به آرومی با بازدم برمیگردم و پام رو میذارم روی زمین. حالا پای زانوی راستم رو همینجا نگه میدارم، دم میگیرم، زانوی چپم رو بلند میکنم، به پهلو باز میکنم، انگشت پام رو برمیگردونم به سمت زانو، آرنجام خم نمیشه، آرنجام صاف و به آرومی برمیگردم، زانو رو میذارم روی زمین. برای سمت دیگه دوباره تکرار میکنیم، دستا رو فشار میدم، شکمم منقبض، پشت پامو روی مت فشار میدم، دم، زانوهام رو بلند میکنم، بازدم، برمیگردم، دم، زانوم رو خم میکنم، میبرم به سمت بالا، بازدم، زانوم برمیگرده روی مت. میخوام بریم با هم یک بار دیگه انجامش بدیم. دوباره دم میگیریم، شکمم فعال، زانوها جدا میشه، با دم، بازدم، زانوها روی مت، دم میگیرم، زانوی چپم میاد به سمت بالا، بازدم، زانو برمیگرده روی مت، دم میگیرم، پاها از زمین جدا میشه، شکم منقبض، بازدم، زانوها روی زمین. یک بار دیگه دم، زانوی راستم میره بالا، بازدم، زانوی راستم برمیگرده روی زمین. اگر احتیاج دارید توی وضعیت کودک استراحت کنید، یا اینکه اگر که نیاز به استراحت ندارید میتونید همینجا زانو و لگن رو توی یک خط نگه دارید، دستا رو بکشید به سمت جلو و همینجا سینه‌تون رو ببرید به سمت زمین. دستا صاف و کشیده، پیشونیمو میذارم روی متن و کمی استراحت میکنم. توی این وضعیت سعی میکنم همراه با هر دم و بازدم بدنم رو رهاتر کنم. یه دم میگیرم، ساق دستام و کف دستام رو زمین فشار میدم، بدنم رو میکشم به سمت مت و روی زمین قرار میدم. توی همین وضعیت پیشونیم رو کامل روی متم قرار میدم، کف دستام رو میذارم کنار سینم، همراه با دم کف دستام رو به زمین فشار میدم، آرنجامو باز نمی کنم، کنار بدنم نگه میدارم، دم میگیرم، میام به سمت بالا، بازدم، میرم به سمت زمین. هر بار که با دم میام بالا واسنم رو منقبض میکنم، دم، واسم منقبض، میام به سمت بالا و بازدم رها میکنم. یک بار دیگه دم و بازدم. همینجا انگشتای پام رو برمیگردونم به سمت زمین، کف دستامو فشار میدم روی زمین، بلند میشم و توی وضعیت 4 دست و پا قرار میگیرم. فاصله بین دستها و پاهام رو نگه میدارم. از همینجا پای چپم رو میکشم به سمت عقب، از وضعیت 4 دست و پا پای چپم میکشم عقب، صاف و کشیده، و به آرومی پای چپم رو میارم توی لبه داخلی پاهام. من بیام این مقدار جلوتر، از پای چپم میره به سمت عقب، برمیگرده توی لبه داخلی پام. زانوم همینجا میمونه، زانوی پای راستم، دست راستم همینجا میمونه و چک میکنم دست راستم، زانوی راستم و پاشنه پای چپم
هر سه تقریبا توی یه خط قرار میگیرن که بدنم رو توی یه خط نگه دارم. دم میگیرم، دست چپم رو میکشم به سمت بالا. اگر برام سخته و ممکنه که تعادلم رو نتونم حفظ کنم، دست چپم رو توی پهلوم نگه میدارم که بتونم بهتر تعادلم رو حفظ کنم. اگر که برام راحته، دستم رو میکشم به سمت بالا و با بدنم رو توی یک خط به سمت بالا میکشم. دم میگیرم، با بازدم به آرومی دستم میاد روی زمین، زانوی پای عقبم برمیگرده روی مت. دوباره از وضعیت 4 دست و پا، این بار پای راستم رو میکشم به سمت عقب، میذارم توی لبه داخلیش. پای چپم زانوش هم اینجا میمونه، یه کوچولو ساق پاشو برمیگردونم به سمت بیرون. دست چپم، زانوی چپم و پاشنه پای چپم همینجا توی یه خط میمونن. از همینجا دست راستم میاد توی پهلو، یا اگر که برام راحته دستم رو میکشم به سمت بالا. نگاه هم میتونه بره به سمت دستم، یا میتونه روبرو یا روی زمین رو نگاه کنم. نگه میدارم، دم و بازدم، دم و بازدم، دم و بازدم و به آرومی دستم رو برمیگردونم روی زمین. اگر به استراحت احتیاج دارم، کمی توی وضعیت کودک استراحت میکنم. اگر نه، میام ادامه میدم تمرینم رو. اگر شما احتیاج دارید میتونید ویدیو رو پاس کنید و استراحت کنید. دوباره از وضعیت 4 دست و پا، انگشتای پام برمیگرده به سمت من، دستام یه کوچولو میره جلوتر، شکمم فعال و کف دستامو فشار میدم به زمین، زیر شکمم فعال، زانوهام رو بلند میکنم و با بدنم میرم به سمت عقب. بازم رو تا جایی که میتونم به سمت سقف میکشم. یکی یکی پاشنه‌های پام رو به زمین نزدیک میکنم و اون یکی رو از زمین جدا میکنم. باز یادمون هست که اگر احتیاج داریم تمرینات رو ساده ترین حالتش رو انجام میدیم. میتونیم زیر پاشنه پامون آجر قرار بدیم یا از هر وضعیتی که برامون راحته استفاده کنیم. به آرومی از وضعیت سگ سرپایین توی همین وضعیت قرار میگیرم. پای چپم رو بلند میکنم، یه گام میارم بین دستام، زانوی پای عقبم میاد روی زمین. یادم باشه که ساپورت برای زیر زانو استفاده میکنم. از همینجا مچ پا و زانوی پای چپم توی یک خط میمونن. دم میگیرم و همراه با بازدم میرم به سمت عقب تا جایی که زانو و لگن پای راستم توی یک خط میمونن. زانوی پای چپم رو، پای جلویی رو صاف میکنم، با دستام میرم به سمت عقب. انگشتای پای چپم رو برمیگردونم به سمت زانو که کشش رو پشت پای چپم احساس کنم. به جای اینکه سرم رو به زانو نزدیک کنم، سعی میکنم شکمم رو به رون پام نزدیک کنم که کشش رو پشت پام بیشتر احساس کنم. دوباره با دستام قدم میزنم، میرم جلو، دوباره میرم توی وضعیت آنجانیاسانا، یعنی زانو مچ پام رو توی یک خط نگه میدارم، لگنم رو میکشم به سمت زمین. اینجا میتونیم از 2 تا آجر هم استفاده کنیم، یعنی آجر رو میذاریم تو سمت پاهامون به این شکل. از آجر استفاده میکنم. آجر بهمون کمک میکنه که کمرم رو صافتر نگه دارم. از وضعیت آنجانیاسانا بدنم رو میکشم به عقب، زانو و لگن پای عقبم توی یک خطم، با آجرام میام عقب‌تر، دستم قشنگ رو آجر فشار میدم، شکمم رو به رون پام نزدیک میکنم. انگشتای پام رو برمیگردونم به سمت صورتم. یک بار دیگه میرم به سمت جلو، لگنم به سمت زمین و بازدم به آرومی
توی این وضعیت قرار میگیرم. کشش رو پشت پام احساس میکنم، دم و بازدم و به آرومی برمیگردم. زانو رو دوباره خم میکنم، کف دستام روی زمین فشار میدم و به آرومی پای جلوم رو میبرم به سمت عقب و توی وضعیت سگ سر پایین چند بار پاشنه و پنجه میکنیم. این بار پای راستم رو بلند میکنم، یه گام بین دستام، زانوی پای عقبم ساپورت میذارم، دستام روی آجر. دقیقا همون کاری که برای سمت چپ انجام دادیم. این بار چک میکنم دوباره که پای جلوم توی یه خط باشه، مچ پا و زانو. خیلی این نکته مهمه بچه‌ها، سعی کنید بهش توجه کنید. زانو رو با مچ پامون توی یه خط نگه دارید. کشش رو پشت پای توی رویه ران پای عقبم احساس میکنم. لگنم رو میکشم جلو به سمت پایین و با بازدم به آرومی تا جایی میرم عقب، یعنی زیاد نمیرم عقب، تا جایی میرم که زانو و لگن پای عقبم توی یه خط بعد پای جلوم رو صاف میکنم. انگشتاشو برمیگردونم به سمت خودم، با دستام یه کوچولو قدم میزنم به سمت عقب و سعی میکنم آرنجامو خم کنم، با شکمم برم به سمت رون پای راستم. کشش این بار پشت پای راستم هست، دم میگیرم، دوباره میرم به سمت جلو، کشش رو میندازم توی 4 سر پای چپم، 4 سر رون پای چپم و به آرومی میام عقب و کشش توی عضلات همسترینگ پای راستم. دوباره دم، کشش توی 4 سر رون پای عقبم، لگنم به سمت زمین و بازدم، کشش میفته توی عضلات پشت پای راستم. به آرومی دوباره با آجرام قدم میزنم به جلو. از همین وضعیت آجرامو کنار میگذارم، کف دستام روی زمین فشار میدم، پام رو میبرم عقب و توی وضعیت سگ سر پایین چند بار با پاهام به سمت زمین پدال میزنم. دم و بازدم به آرومی زانوهام رو میذارم زمین و از همینم خارج میشم. به آرومی میام جلوی متم قرار میگیرم و میرم به پشت میخوابم. ادامه تمرینم رو از وضعیت به پشت خوابیده انجام میدم. امروز میخوایم بریم با هم تمرین کودک خوشحال رو انجام بدیم. برای انجام این تمرین بهتون نشون میدم که چطور میتونیم از ابزار کمک بگیریم. هر دو پامون رو میکشیم به سمت شکممون. توی همین وضعیت دستام رو از بین پاهام رد میکنم. اگر دستم میرسه لبه بیرونی پام رو میگیرم، اگر نه با این دوتا انگشتم میتونم انگشت شست پاهام رو بگیرم. اگر باز برام سخته میتونم مچ پا، ساق پا یا هر قسمتی که میرسه. موضوعی که بهش توجه میکنیم اینه که سرم رو به زور نمیکشم بالا که دستم رو برسونم به پام. سر و گردنم کاملا رها روی زمین هست. شونم رو به گوشم نزدیک نمی کنم، شونم رها روی زمین. اگر دستم میرسه لبه بیرونی رو میگیرم. نکته دیگه که بهش فکر میکنم احتیاج پیدا کنیم اینه که زانومون رو باز میکنیم به این شکل، کف پاهام میاد به سمت سقف. ممکنه بعضیا لگنشون به این شکل از زمین بلند شه، این اشتباس. لگنم میخوام روی زمین بمونه و کف پام به سمت سقف. پاهام بسته نیست، پاهام بازه، مثل کودکی که خوشحال هست. واقعا تو همون وضعیت قرار گرفتیم. تا جایی که میتونیم سعی میکنیم که روی رانم و زانوم رو انگاری میخوام از بغل بدنم به زمین نزدیکش کنم. توی این وضعیت اگر این وضعیت خیلی برام سخته میتونی از یه وسیله بالشتی، کوسن، چیزی برای زیر
لگن استفاده کنی. یعنی وقتی که میای بالا به این شکل یه زیر لگنت یه دونه بالش بذاری که بهت کمک کنه که بتونی پات رو راحت تر به سمت بالا بیاری. به این شکل تمرین خیلی ساده تر و راحت میشه برات. سعی کن از اینجا تمام تلاشتو کنی که پات رو بکشی به سمت زمین. کف پاهاتو به سمت سقف نگه دار. میتونی با پاهات کمی به سمت چپ و راست بری و همچنین میتونی از کمربند هم استفاده کنی. دونه دونه کمربند توی کف پاهات توی پنجه پات و این تمرین رو انجام بدی. بعد از چند تا تنفس به آرومی پاهات رو ببند و ببر بذار روی زمین. بالشم رو دیگه احتیاج بهش ندارم فعلا. برای تمرین بعدی و آخرین تمرین قبل از شاواسانا کف دستام روی زمینه. لگنم رو بلند میکنم و میبرم به سمت راست متن قرار میدم. دستام میتونه توی وضعیت تی دو سمت بدنم باشه یا اینکه میتونم دستام رو به شکل کاکتوس دو سمت سرم قرار بدم. هر کدوم که برام راحته. لگنم رفته به سمت راست متن. پاهام رو بلند میکنم و میبرم به سمت چپ متن. دو سمت شونم رو روی زمین نگه میدارم. اگه شونه هام از زمین بلند میشه یه آجر برمیدارم و زیر زانو میذارم. یه مقدار که زانو بیاد به سمت بالاتر کمک میکنه که سمت راست شونم برگرده به سمت زمین. سر گردنم همینجا نگه میدارم. دستام رها دو سمت سرم. برای چند تا دم و بازدم توی این وضعیت میمونم. دم و بازدم. آرومی برمیگردم وسط. لگنم رو بلند میکنم میارم وسط و رها میکنم. میریم برای سمت دیگه انجام بدیم. این بار لگنم رو میارم به سمت چپ متن. پاهم رو میارم توی شکمم و به آرومی میبرم هر دو پام رو به سمت راست. دستام رو این بار به شکل تی دو سمت بدنم نگه میدارم. پاهم و پاهم رها میکنم دو سمت شونم روی زمین. سرم به سمت روبرو قرار میگیره. چشمام رو به آرومی میبندم. برای چند تا تنفس اینجا میمونم. به آرومی پاهم رو برمیگردونم. لگنم رو برمیگردونم وسط و خودم رو آماده میکنم برای تمرین شاواسانا. برای تمرین شاواسانا همونطور که میدونید در بهترین وضعیت و راحت ترین وضعیتی که برای شما مناسبه. ممکنه شما توی وضعیت شاواسانا دوست داشته باشی به شکم، به پهلو یا هر وضعیتی که احساس رهایی بیشتری داری قرار بگیری. ممکنه دلت بخواد که امروز از یه آجر و از یه سلب استفاده کنی یا زیر قفسه سینه پشت کتفت میتونی یه آجر قرار بدی. لطفاً وضعیت شاواسانا رو بهترین حالت و راحت ترین ریلکس ترین راحت وضعیتی که میتونید داشته باشید رو انتخاب کنید. توی هر وضعیتی که قرار گرفتید به آرومی چشماتون رو ببندید. با چشمای بسته توجهت رو بیار به ریتم دم و بازدم هات. احساس کن که با هر دم و بازدم
بدنت رها و رهاتر میشه، ذهنت آرومتر میشه. این تجسم رو داشته باش که هر باری که دم و بازدم میگیری بدنت رهاتر میشه به سمت زمین، ذهنت متمرکزتر میشه به تنفس ها، در نتیجه آروم و آرومتر میشه. ارتباط پوست بدنت رو با زمین آگاه باش. سعی کن با نگه داشتن تمرکزت به ریتم دم و بازدم ها ذهنت رو آرومتر نگه داری. اجازه نده به موضوعاتی که بهت احساس بد میده یا نگرانی بهت میده فکر کنی. و هر زمانی که دوست داشتی و احتیاج داشتی توی این وضعیت بمون. هر وقت که آماده بودی به آرومی پاهات رو جمع کن، دستات رو تکون بده و سرت رو بچرخون به پهلو و کامل به یه سمتی که راحت تری قرار بگیر. میتونی دستت رو به شکل بالش بذاری زیر سرت، اینکه به سادگی صورتت رو روی زمین قرار بدی. توی این وضعیت هم تا هر زمانی که دوست داری قرار بگیر و هر وقت که آماده بودی کف دستت رو روی زمین فشار بده. سعی کن با چشمای بسته بتونی توی وضعیت نشسته قرار بگیری. کف دستات رو به سادگی روی پاهات رها کن. اگر دوست داری از مانترای اوم برای پایان کلاست استفاده کن، یا اینکه میتونی کف دستات رو به هم بچسبانی، کف دستات رو به هم بکشی، گرما و انرژی کف دستت رو ایجاد کنی و دستات رو روی چشمات قرار بدی. چند بار همینطور که دستت روی چشمت هست توی کف دستت پلک بزن با چشمات، گرما و انرژی رو از کف دستت دریافت کن و به چشمت بده. و هر وقت که آماده بودی دستت رو بکش روی سرت، روی گردنت، روی صورتت، روی قلبت، قفسه سینه‌ت، پاهات یا هر قسمتی که تو بهش احتیاج داری. و هر وقت که آماده بودی با یک لبخند به آرومی چشمات رو باز کن. ناماسته. ممنونم ازتون که توی جلسه 7 هم با من همراه بودید. تا جلسه 8 خدا نگهدارتون.